با نام یاد خداوند بزرگ، موضوع بحث امروز ما در مورد عمل جراحی که بالای تیغی بینی صورت میگیره و اصطلاح طبی آن عبارت از سپتوپلاستی می باشد. در قدم نخست باید بدانیم که این عمل جراحی نزد کدام افراد صورت میگیره. اول، نزد مریضایی که از بندش یک طرفه یا دو طرفه به صورت دامدار شکایت داشته باشند. دوم، نزد مریضایی که از سردردی‌های دامدار شکایت داشته باشند. سوم، نزد اون مریضای ما این عمل جراحی را اجرا میکنیم که از خونبینی‌های متکرر شکایت داشته باشند. چهارم، این عمل جراحی نزد مریضای صورت میگیره که معمولا در هنگام خواب یک وقفه تنفسی داشته باشند که اصطلاح طبی او را ما به نام سلیپ اپنیا سندروم یاد میکنیم. پنجم، این عمل جراحی معمولا نزد مریضای صورت میگیره که سینوزیت‌های دامدار داشته باشند. ششم، این عمل جراحی نزد مریضای ممکن اجرا شود که یک بخش از عمل جراحی زیباسازی را که ما به نام رینوپلاستی یاد میکنیم، این عمل جراحی نزد مریضان صورت گرفته میتونه. امروز این عمل جراحی نزد دختر خانم 18 ساله‌ای که از دوران تخار آمده بود و از بندش یک طرفه بینی از چندین سال به این طرف شکایت داشت، با متد و وسایل پیشرفته به صورت موفقانه اجرا گردید. د ګلوبل روغتون د تخصصي تداوی په لوري ګام